نردبان 64 متری روزنباور. نردبان 64 متری روزنباور از جدیدترین و پیشرفته ترین تجهیزات عملیاتی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران است که نمونه‌های پیشرفته تر آن به تازگی در اختیار این سازمان قرار گرفته است. برخی امکانات و برتری‌های این تجهیز عبارت است از پمپ آبدهی نصب شده داخل خودرو با 4 خروجی مجهز به بادسنج الکتریکی که با بیشتر شدن سرعت باد از 14 متر بر ثانیه هشدار توقف عملیات می‌دهد. تغییر زاویه سبد به جهات مختلف. انجام آبدهی و کنترل مانیتور داخل سبد از عرشه پایین. تنظیم زاویه آبدهی با اهرم کنترلی، جویستیک و قابلیت کار به صورت اتوماتیک یا حافظه‌ای. یکسره بودن لوله آبدهی از پایین نردبان تا مانیتور نصب شده در سبد. عدم وجود خطر سقوط نردبان در صورت بروز هر گونه مشکل فنی. مجهز به جک‌های اچ با تنظیم 2 مرحله‌ای ارتفاع. دارای LED-های نورپردازی برای ایجاد روشنایی در شهر. امکان قطع و وصل میز کار یا میز فرمان داخل سبد از عرشه پایین. دوربین دید جلوی سبد و دوربین دید عقب خودرو. قابلیت تحمل وزن سبد تا 450 کیلوگرم. مجهز به آسانسور برای انتقال سریع نفرات با قابلیت تحمل وزن تا 270 کیلوگرم یا 3 نفر. دارای صفحه نمایش وضعیت خودرو و نردبان در داخل کابین راننده. خودروی 3 محور و 2 دیفرانسیل با گیربکس اتوماتیک و امکان جمع کردن نردبان در مواقع اضطراری و زمان خرابی خودرو با کمک ژنراتور. سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران.